دختری نابینا داره برای اولین بار توی رودخونه شنا میکنه که یهو خواهر حسودش لباساشو میدزده. دختر نابینا به خواهرش التماس میکنه که لباساشو بهش برگردونه، ولی خواهر بیرحمش اونو با همین وضعیت توی آب ولش میکنه و میره. در همین لحظه یه گروه از نوجوانهای شهر میان کنار رودخونه و حتی یه پسر میپره توی آب تا دختر رو بترسونه. دختر نابینا با تمام وجودش فریاد میزنه، اما هیچ کسی نیست که کمکش کنه. خواهر حسودش هم داره از دور از این صحنه‌ها فیلم میگیره. خوشبختانه در آخرین لحظه همسایه دختر این صحنه رو میبینه و پسرا رو فراری میده. بعد یه حوله دور دختر میپیچه و اونو از رودخونه بیرونش میاره و فردا صبح دختر نابینا به عمد شونش رو زمین میندازه و به بهانه برداشتنش خم میشه و یواشکی از خواهرش عکس میگیره و بعد توی اینترنت پخشش میکنه و آبروی خواهرش رو میبره.